سوم شرط رجا و خوف است. انسان خوف از الله داشته باشد، از کسی دیگری نداشته باشد. اگر از کسی دیگری هم خوف تو پیدا کردی، پیغمبر خوب دوستام داری و پیغمبر امیدم برش وابسته کردی و می ترسیم از این که مثل که از الله می ترسی، باز شرک با الله آوردی. نه، ترسی که از الله است ترس از پیغمبر نیست. ترسی که از الله است او فوق است از او ترسی که تو از پیغمبر داری. از پیغمبر از مخالفتش ترس داری به خاطر که الله تو را گفته که مخالفت پیغمبر نکن. لیکن از الله که ترس داری به خاطر از اینکه ذاتی از او تقاضا از این را داره که هیچگاه مخالفت امرش نکن. این بود مفهوم عبادت که مرکب از سه چیز است. هل ينفع العبد النحير يا وحشتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب ما من سبيل